استاد یک سوال داشتیم. امین ماه رمضان در هر کسی که ای دنیا میگذرد عذاب قبر، یک عذاب قبر یا از جقیش قبر است که از همون در همون است یا که جقیش قبر حتما می شود؟ اگر مومن باشد، مسلمان باشد، بله سبوکی هست در ماه مبارک رمضان. اما اگر یک آدمی از دین دور بیخبر باشد، رمضان براش فایده نمیدهد. بعضی آدم ها مثلا اعتقاد میکند که فلان عالم اگر جنازه خواند، الله تعالی شاید پدر ما یا مادر ما به جنت درآورد. بله اگر پدر مادر شما مومن باشد، جنازه کننده ها براش فایده دارد. لیکن اون پدر اگر از دین بیخبر باشد، ضد دین باشد، جنازه تمام دنیا فایده ندارد. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقای مدینه نماز جنازه خوانده به خاطر فرزندش مسلمان بود. از پیامبر صلی الله علیه و سلم التماس کرد که نماز جنازه پدرم خوانید. پدرش منافق بود. منافق یعنی در مسجد نماز میگذاشت، او مانند مسلمان ها بود لیکن منافق بود. منافقیگری عبدالله ابن ابی ابن سلول ظاهر بود، یعنی او مخفی نبود. بودن منافق هایی که صحابه ها از آنهای منافق بودنشان خبر نداشتند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم جبریل خبردار کرده بود. یعنی الله تعالی که میدونست به واسطه جبریل خبر فرستاد که فلانی 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 ها منافقند، یعنی مسلمان نیستن و ظاهرا اسلام قبول کرده، در مسجد آمده نماز گذاشته، خداشون ظاهر اسلامی گرفتیان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونستند. به حذیفه ابن یمان اونها را نامهایش را گفته بودند، صاحبی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر صحابه ها حتی نمیدونستند که کیها منافق است، لیکن عبدالله ابن ابی ابن سلول همه میدونست که منافق است و رأس نفاق است، سردار منافقا است. التماس کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پدرش جنازه خوانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه خواندند. هم جنازه خواندند، هم لباسشون دادن. با لباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفن شد، با لباسی که به بدن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدگی هست. یعنی لباسشون عبارت از پارچه متا بود مانند احرام حاجی ها. با همون لباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفن شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش جنازه خواندند، با وجود من الله تعالی که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق ها در درکه پایان ترین دوزخ هستند. لباس پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفنش شد فایده نکرد، نماز جنازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فایدهش نکرد. بنابراین ماه رمضان اگر آدم خودش عمل نداشته باشه، ایمان نداشته باشه، فایده نمیکند. اگر مؤمن باشد فایده میکند. بله